اورونوف نزدیک بهش هست، پاس رو میدن، اورونوف میزنه ضربه رو، قل میده تو یا پرتعداد. فرصت برای اورونوف، خودش رو پای چپ، چه توپی گرفت آدان، خیلی راحت در برگشت توپ از دست داد، اومدن پشت سر آدان رو. سامان فلاح مقابلشه، خود علیپور رو پای چپش میزنه، صالح اردانی میفرسته توپو به روی دروازه، یه لحظه دفع ناقص نیازمند، حالا خود کوشکی میزنه و این بار دوباره یک زد و روحیش بالاست. صالح اردانی رو دستش حرکت میکنن، خود یاسر آسانی ضربه رو میزنه. اوه بر ترتیب آسانی ارسال رو بلند انجام میده، روی تیر دو فرصت هست، علیپور این سمت هستن، در حالی که حالا یک اشتباه داره باعث میشه توپ رو لو بدن، یه شوت از راه دور میخوره به دروازه‌بان. یه بار دیگه ببینید فرصت، استقلال میخواد ضربه رو بزنه، میفرستن به روی دروازه اما نه در مخمسه خارج میکنه. اردانی یه برگشت، یه ضربه، کجا زد؟ سروش رفی میفرستن، یه موقعیت برای میلاد محمدی، یه فرصت بی پما، حالا بی پما، اوه